لعنت کننده ها کی است؟ حضرت علامه محمد امین شنقیطی رحمت الله علیه در تفسیر ابواء البیان گفتن که کیست لاعنون، لعنت کننده ها کی است، در این آیت بیان نکرد، ولی در آیت دیگری اشاره کرد اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. به این گونه شخصیت ها لعنت الله است، لعنت فرشتگان است، والناس اجمعین، و لعنت تمام انسانیت. نگفت لعنت مسلمان ها، لعنت تمام انسان ها، حتی کافرها هم. اون شخصیتی که علم شریعت دارد ولی آن را بیان نمی کند، اون را لعنت می کند روز قیامت. برای چی نرسانیدی؟ شاید وقت شریعت را، محاسن شریعت، بزرگی های شریعت را به مردم بیان می کردی، چقدر کافرها اسلام قبول می کردن. در دست ابوالفرج ابن الجوزی زیاده از 100,000 نفر اسلام قبول کرده بودند. در اون زمانه هایی که وسایل اعلامشان فقط روبرو سخن کردن بود.